سلام و صبح همه شما عزیزانی که ما را میبینین بخیر. امیدوار هستم روزای خوبی داشته باشین و بسیار روزای خوشی دیگر در انتظارتان باشه. امروز 28 حمل 1403 هست و ما هم در کوی قراول در ولسوالی نهرین ولایت بغلان قدم گذاشتیم و امروز صبح هوای خیلی زیبای بهاری است و میخوایم ما در این ویدیو منظره از ولسوالی نهرین را به شما و نمایش بگذارم و اینجا آقای ظلمه یوسفی هم با ما هست و سلام و کلامی هم اگر داشته باشن میتونن. سلام خدمت همه دوستا و بیننده، انشالله که یک روز خوش داشته باشین و بیاین از این منظره لذت ببرین. دوستای عزیز، ما کمره دوم را به طرف ولسوالی نهرین به دور میتونم و شما این منظره زیبا را ببینین. واقعا منیار به قول ما یک زیبایی خاصی در این منطقه بخشیده. همین لحظه شما در کمره دوم بخشی از روستای تاوشخ و همچنان پایان به دهله و حوزه آبخانه را میبینین و شما ببینین در دامنه کوی مارخانه چی یک ابر یا منیار زیبایی خوابیده. و این طرفتر شما شهر نو، اطراف شهر نو و گذشته از این روستاهای حافظ بچه و پایانتر هم من دقیق یادم نیست و بخشی از منطقه دشت قاضی را و تماشا میگیرین و همین لحظه در نزدیکترین بخش ویدیو منطقه تاوشخ، قریه تاوشخ که حدودا فکر میکنم 9 مسجد را احتوا میکنه هست و گذشته از هم روستاهای دیگه و اینجا هم این طرفتر از این بخش هم که در نزدیکترین بخش ویدیو هم مربوط تاوشخ هست، اما گذشته از او قریه های کورپیتاو، ازبک ها، نوآباد ازبک ها، سید آباد و گذشته از او قریه باشقله، لوگری ها و همچنان گذشته از او چی هست از باشقله؟ نوآباد لوگری و این طرف هم چی میگن؟ باشقله بالا و گذشته از او جوی کلان و همین قسم در آخری ویدیو و راستی گذشته از جوی کلان منطقه فرقه 20 که در زمانی از جایگاه و نام بسیار بلند برخوردار بود و بخشایی از حوزه شمال شرق از همینجا بخش نظامیش رهبری می شده و گذشته از او ما و شما میتونیم در آخرین ویدیو جایی که یک ابر دیده میشه در دل تپه ها و کوه ها او منطقه دوابی نهرین است و این طرفتر هم که کمره را براتان در بتون شما ببینین. کوی مشهور چی نام داره؟ نام شما شده همین لحظه؟ این روبروی ما. روبروی ما و شما. خب پایان او کوی بلند هم که است ما همین لحظه فراموش کردیم، حضور ذهن ندارم، امیدوار هستم که الزایمر نگرفته باشه مرا و این قسمت هم و این قسمت هم که ما کمی طرفتر بیاییم و این طرفتر بیاییم اینجا، از اینجا دیگه همه دوستای نهرین شاید بیشتر کسایی که در بخش های خصوصا کسایی که قیماق نهرین را دوست دارن، شهر کهنه و نزدیکترین بخش که در این قسمت ما براتون نشان میتم نماز جای که در پیش از اینکه شهر جدید ولسوالی نهرین ایجاد شود بازار ولسوالی نهرین اینمی قسمت است که شما میبینین در تصویر. من نمیفهم که زوم میشه. اینی قسمت بازار شهر کوره است
بازاری که در گذشته بازار رسمی ولسوالی نهرین بود و مدت هم ولایت بغلان، رهبری ولایت بغلان اینجا حضور داشتن، مثلا والی، فرمانده امنیه و از این قبل دست کسای دیگی. و اینجا یک چونی بوده که در گذشته کاروانهای تجارتی و حتی پیام رسانهای دولتی اینجا می آمدن می آسودند و بعد از این مسیر بعدی را از این نقطه می پیمودند. اما پس از که بازار ولسوالی نهرین فکر میکنم در سال 1370 چند باید بوده باشه که سال 1371 پایه‌گذاری شد بازار شهر جدید. از رونق بازار اندکی کاسته شد و بالاتر از او هم که بخشای از مربوط شهر کونه میشه و این قسمت هم که کوی را که شما میبینین و در اونجا ابرها خوابیده و کوههای شندره و شندره و چنارک ولسوالی نهرین است که معادن زغال سنگ هم در این موقعیت قرار داره. و در شهر کونه هم 2 مکتب هست، یک کلیسای عبدالحبیب شهید کلیسای پسرانه هست و در پهلویش هم کلیسای شهر قدیم کلیسای دخترانه اینجا موقعیت داره. و اگر یک مقدار کمره باز هم به طرف کوههای این منطقه اگر ما چیز بکنیم که کوه، فکر میکنیم کوی شاخماله باید بوده باشه برادر. این کوی که پیشتر من نتونستم در ذهن بیارم کوی شاخماله است دوستای عزیز. و این طرف تر هم باز کوههای که بالای در اطراف در قسمت شرقی ولسوالی نهرین قرار داره کوه هاست. و این طرف هم روستاهای مربوط ولسوالی برکه که روستاهای شورچه هست و یک روستای دیگه هم که مربوط نهرین است به نام روستای درگی در این قسمت موقعیت داره. و این کوه هم کوهایی است که شما میبینین در مربوط ولسوالی برکه است. و حالا هم ما با می صحبت ها و آهسته آهسته نزدیک میشیم به بلندترین نقطه کوه قراول. هنوز من نمیدونم اگر دوستای در قسمت نام قراول اگر چیزی داشته باشن میتونن در کامنت بنویسن. فکر میکنم قراول اگر اشتباه نکنم جای بلند حاکمی که از اونجا میتونه چندین بخش را آدم ترصد بکنه، شاید بگوین. شاید بیوگرافی دیگه هم داشته باشه، نمیدونم حتما. اما متاسفانه در گذشته این کوههای بلندی که شما میبینین شاهد برخی درگیری ها و داستان های غم انگیزی هم در دل خود جا دادن. دوستای عزیز، من باز هم یک بار برتانی منظره زیبایی از نهرین را نشان میتونم. همین لحظه یک ابر بسیار کوچک و زیبایی در حالت عبور از نقطه که کمره قرار داره هست. شما حتما حرکتی این ابر را میبینید. با واقعیت که هر گوشی از وطن تماشایی و دیدنی است. امیدوار هستم روزهای نصیب ما شود که بتانیم در گوشه کشور سفر بکنیم و خاطراتی در اونجا داشته باشیم و امید آرامش دائمی در کشور. وقت همه شما بخیر. فقط ببینین و لذت ببرین و کیف کنین و کسایی که دور از وطن است میتونه که خاطرات خود زنده بکنن. ما خواستیم فقط یک ویدیوی کوتاه داشته باشیم برای عزیزانی که در خارج از وطن هستن و دق شدن پشتی وطن لذت ببرن. سلام علیکم.